سلام مرحبا چطور آقا ما برگشتیم با قسمت سوم فانتزی کلیپ‌های اینستاگرام. امیدوارم که در پایان تونسته باشید خنده رو مهمون خونه هاتون کنید. قبل از شروع لطفاً اون دکمه سابسکرایب بالا رو بزنید. یه خصوصا لایک کنید تا بهم انرژی بدید برای ساخت کلیپ‌های بیشتر. اون زنگوله کنارش هم بزنید که از همون جانم. بریم سراغ ویدیو. دیگه پر می‌کنی، تخته گاز می‌کنی، میری تا جایی که ماشین دیگه نمیتونه بره. خب دور موتورت میرسی به رد لاین و دیگه ماشین سرعتش حد اکثره. شما یهو اینو می‌کنی تو اپی. هر روز زمین کم کم بلند میشه و شما پرواز می‌کنی. من چی کار کنم داداش؟ یارو گفتش اینو پر کن، دیرو پر کن، بذار رو پی میره حالت پرواز. گیری باکس چیزی نشو؟ گیری باکس که مون تو ربات کریم. خاک تو سرت. الان کجایی؟ الان تو آسمونای عربستانم داداش. عربستان؟ شیشه میزنی؟ نه بابا شیشه چیه؟ من این دکمه فرود رو پیدا نمی‌کردم، یکم اذیت کرد، اونو پیدا کردم. الان مشکل اصلی اینه که داداش فرودگاه آل مختوم به من اجازه فرود نمیده. من سوختم داره تموم میشه. قرآن به بابات میگم شیشه میزنی. تو چی میزنی بابا؟ البرجك المراقبة فرودگاه آل المختوم أنا سيارتك الفرودية الاضطرارية لا سوخت قبلتكم لا ربكم كل الظالمين الكافرون عذابي العظيم في خالدون أنا الغريب الشهيد لا فرود لا نعم أنا فرود الاضطراري أنا شديد البذور. تا حالا جایی رفتین نشناسنتون؟ خیلی چه حسی بهتون دست داده؟ هیچی. خب فوتبال نگاه نمی‌کنی نمیشناسه. واقعی؟ آره یعنی هم چهره هم صدا؟ آره. صداتون هم نشناخت؟ توی توکیو. ورزشکار حرفه‌ای وقتی ورزشو بذاره کنار قیافش بهتر میشه. خب تو چرا نشدی پس؟ ای یادت بچه بودم بهم میگفتی ببینی شوبولتو بخورم، یادت بهم میگفتی؟ آره هنوزم سر حرف دستی؟ فقش سلام خسته نباشی. خوبی جانم. اوستا میگم ماشینم بی زحمت یه ایراد پیدا کردم، میای تو ماشین میشینی هر چی گاز میدم گاز نمیخوره. بیا بشین ببین ایرادش از کجاست. اینجا برای ماشینم باش بی زحمت ببخشید. اوستا فهمید ایرادش از چیه؟ هیچ برش بیخیال. بیخیال چی میگم ایرادش از چی اوستا؟ واسه چی اینجوری گاز میخوره؟ بیخیال مهم نیست هیچ. بیخیال مهم نیست میگم اوستا واسه چی اینجوری گاز میخوره؟ مشکل خود چی من درست کنم دیگه. میگم هیچ بیخیال مهم نیست. شب بخیر. گیج چقدر شب بخیر چی میگم ایرادش از چیه؟ مشکلش از چیه؟ آقا آروم باش. مثلا حواسم نیست میشه میگم تازه اومدم اینجا شاگرد از خودم مغازه زدم، مثلا حواسم نیست، فکر کردم چت میکنم بود. چی میگم ایرادش از چی؟ هیچی شب بخیر. این فکرام استوپرش خب من معذرت میخوام خدا. خب بلش من خودم اینجا دیگه درست میکنم. چه عصبانی میگی آقا؟ بده من آقا ببین داداش من معذرت خواستم ازت دیگه. آقا ببخش. دیگه تمام گرگی از مازندران یا ابوالفضل یا حسین وی خلبت جوره. بله ورزشکار از مازندران میره مثل موشک میره. بله میخوره درو. آقا بریم دستشویی. نه نرو. مشتق را پیدا کنید. آخه کو مشتق؟ کجا گذاشته؟ ثابت کنید آمو ما ثابت شده این خیلی دیگه نوشتم بیشتر میزم بی خورم. آقا اجازه ما تموم شدیم همش نوشتیم تموم شدی؟ بده من آقا کجش نکن میریزه بوش میاد میدونم Tiago, quando você terminar de aguar essa árvore, eu quero falar com você sobre uma coisa que eu vi no seu celular. Beleza. Já tô aí. Tiago, você ainda tá regando essa planta? Tô acabando, já vou.
Ja, kein Quit mal. Jetzt kriegen wir doch. Jetzt ist aus. Ich muss das jetzt sagen. Is Google a man or a woman? A woman. Because it never lets you finish a sentence without making a suggestion. الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الله أكبر اللهم اغفر لهذا الميت الله أكبر. بیماری از بیماری‌های خطرناک بانوان. بری کمبود ویتامین B. بری بدی کمبود پول. بری ندی کرم داشتن. بری کمبود وقت. بدی بگی کمبود عقل. بدی نگی راستگاری. نری بدی بی‌معرفتی. بگی ندی بدقولی. نگی بدی سپرایز. ها بعد میگه دستش در نکردن درزش در نکردن دیگه ها دستش میگیره درد میکنه دستش در نکنه بگو میگه که دستش میگیره درزش در نکردنش موضوع ناموس چه مد شده؟ چی دارم میبینم من؟ یه پیام دارم برای پارسالی به عزیز. شما با من مشکل داری؟ با من مثلا سلام کی ماه کی ستاره حاضری باشه هرس نخو جوش نزن. حاضری شعر میخونی میو میو نکنی. موزیکی که بگوزیم توش انقلابه اگه ولی خیلی سفتم بگوزی گلاب پژمرده میشه. Où tu vas, regarde d'où tu viens. پشت این داستان چی هست؟ یعنی اگه تو نمیدونی وقتی نمیدونی داری کجا میری یادت بیاد از کجا میای. من خودم هم دلغکم ها، یعنی همه به من میگن تو عین آقای غفوریان دلغکی. خیلی مسخره ای، همه به من میگن. پاش گم شد که تو خجالت نمیکشی؟